بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، قبل از همه در این روز سعید جمعه، روز مبارک و روز اجابت دعا کنیم پروردگار این روز جمعه و همه روز و همه وقت ما رو مبارک و با برکت بگردان. در این روز سعید جمعه پروردگار گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت، قبرهایشان رو با نور رحمتت منور، روحهایشان رو شاد بگردان. پروردگار همه این حاضرین دست امید به سوی خودت برداشتند. در این روز اجابت دعا هر یکی امیدها و آرزوهای دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار همه اون استا و شخصانی که اینجا مهنت و زحمت کشیدند و مبلغ گذارهایی که مبلغ گذاری کردند و میکنند برای آبادی و ترمیم و تعمیر این مسجد و مرکز، پروردگار در عوض این همه مهنت و زحمت هایشان برایشان عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان. برکت در کسب و کار و زندگی و فرزندان و اهل و خانواده اشان برکت دائمیت نصیب و روزی بگردان. پروردگار در این روز اجابت دعا کشور ما را از تمام آفت و ضرر و خطر در پناه عصمتی بی ضرر و بی آلایشت همیشه نگه بدار. تمام فتنه و بلا و آفت را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی بگردان. پروردگار همه اون برادران ما و هموطنان عزیز ما که در مهاجرت مهنتی هستند، همگان را در حفظ و حمایه و پناه خودت نگاهشان بدار. در کسب و کارشان برکت عطا فرما، سالم و غانم و با برکت به نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگار همه این حاضرین را کامیابی های دائمی و عزت و برکت و سعادت ابدی نصیب و روزی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک و با برکت بگردان. بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده. مشکل داران را مشکلی هایشان را برطرف. در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزیشان برکتی ابدی نصیب و روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، موضوع موعظه امروزه ما احترام پدر و مادر برای هر فرزندی عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت میارد. برای همینم پروردگار بعد از عبادت خودش نیکی به پدر و مادر را گفتگی هست. پدر و مادر چه حیات باشند یا چه گذشته باشند، هیچ وقت فرزند باید نیکی به پدر و مادر رو باید دریغ ندارد. یعنی اگر پدر گذشته است یا مادر گذشته است، خدا رحمتشون کند، هر وقت باید فرزند نیکی های انجام بدهد، عبادت های انجام بدهد. پس بگوید که پروردگار اجر و پاداش و خیر و برکت این نیکی و این عبادت من که حالا این نیکی هم عبادت است، اجر و پاداش و خیر و برکت این احسان و این صدقه یا دیگر رو به روحی پدرم یا به روحی مادرم برسون و از من راضیشان بگردان. همچنانی که مسلمان همیشه حالا ببینید در یک روز 5 وقت نماز و دیگر طاعت عبادت و این همه روزه و طاعت عبادت انجام میدهد تا اینکه روزگی پروردگار به دست بیارد و همه این عبادت ها به خاطر روزگی پروردگار هست. در برابر این بعد از عبادت پروردگار این احترام پدر و مادر است. و پدر و مادر این دو در باز جنت است. حیات باشند این دو در باز جنت است. این درهای باز جنت رو باید که فرزند هر مسلمان باید غنیمت بداند. حالا می شود که پدر یا مادر یا هر دو ناتوان و برجامانده و خسته و بیمار و ناتوان می شوند، فکر نکنید که حالا دیگر این یک باری وزنین، باری زیادتی یا نانخوری زیادتی
نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. بعضیا چنین فکر میکنن، میبرن ها در بسایب خانه میپرتوین. فکر نکنید که چنین هست. این امتحان است. پروردگار شما رو امتحان میگیرد. با پدر پیری بیمارت، با مادر پیری بیمارت امتحانت میگیرد. و این خدمتی که به پدر و مادر میکنید عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت برایتون میشود. حالا بسیار محل خدشه ها میآید که دملو یک دعای برای کار در حالتی میشود که بروی هم دست پیشانی پدر و مادرت بوسه کنی، خدمت پدر و مادرت انجام بدهی. برای کارت ان همون است، برکت و عزتت ان همون است. خداوند عزوجل در عوض این خدمتت برایت عزت میدهد، برکت میدهد، برای کار میدهد، حتی فرزندانت رو برایت صالح و نیک میکند. ولی ببینید دعای قرآنی هست. پروردگار در قرآن میگوید که استعیذ بالله رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار من رو رحمت و مغفرت کن، من رو از نمازگزاران و از طاعت عبادت کنندگان قرار بده و چنین فرزندان عطایم نما. یعنی فرزندان صالح، فرزندان نیکی که همیشه عبادت میکنند، همیشه نیک هستند، صالح هستند، روشنایی چشمم باشند فرزندانم. تعبیر عجیبی است، روشنایی چشم. فرزندیم عطا نما که روشنایی چشمم باشد. مستقیما بعد این چیز، مستقیما بعد از این حالا میگه ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار من رو و پدر و مادرم رو رحمت و مغفرت کن. مفسرین در تفسیر اشاره میگویند که پروردگار آشکار و روشن میگوید که بندم از من فرزندی نیک میخواهی، از من فرزندی صالح میخواهی، فرزندی صالح و فرزندی نیک باش تا اینکه فرزندی نیک و فرزندی صالحت عطا کنم. من با دو فرزندی بد شدی، دو چندی خودک برایت فرزندی بد میآید. میخواهی فرزندی نیک، نه فرزندی نیک باش. فرزندی صالح میخواهی، فرزندی صالح باش تا اینکه فرزندی صالحت بدهم. دیدید انسانی را که پدر مادر عذر داده بود و فرزندانی صالحی برایش آمده بود، هیچ ممکن نیست. وقتی پدر مادر عذر داده بود فرزندی میآید که دو چند عذرش میدهد. همین موضوع آمدگی هست که میگوید شاگردان صحابه پیامبر علیه السلام روز یک کوچه، یک جایی از یک محلی عبور میکردن، میگذشتن، دیدن که یک جوانی نیرومندی، توانمندی، بوزو دیگری پهلوانی دارد، یک موش سفیدی سال خورده برجامانده رو میزند. اینو در حیرت زدند، حالا که قرآن میدونند مسلمان هستند. رفتن گفتن ای جوان تو چی کار میکنی؟ شرم نمیکنی که موش سفید رو میزنی؟ با این توان و با این توانمندی و این سن و سالی جوانیت چرا این موش سفید رو لط و کوب میکنی؟ موش سفید میگرید میگوید بگذاریدش به چند بزند من رو، این فرزندی من است. من در سن سال همین پدرم رو چنان لط و کوب کرده بودم که حساب نداشت. حالا دیده ایستادم، هرچی کردم دیدم. بگذار تو زیادتر بزند تا اینکه از عذاب روز جهنم، از عذاب دوزخ پروردگار با این ظلم من را نجات بدهد. انسان هر چی که میکند همون رو میگیرد، هر چی کردید همون رو میگیرید. برای همین احتیاط شدن در کار جوانی و این خونی گرم و این غروری جوانی و توانمندی مغرور نکند. خدا نشان اذیت مبادا مغرور نکند. مسلمان باید در هیچ حالت یعنی پدر و مادر رو عذر ندهد. عیناً باز در همین موضوع آمدگی است که میگوید موی سفیدی سالخورده را فرزندش همیشه عذر و اذیت و ضرر و لط و کوب و دیگر میکرد، هیچ چیز نمیگفت، خاموش. بالاخره روزی شد که فرزند به خلاصه آمد که این پدر رو از خانه براند، بیرون کند. کشاله کرده تو بیرون میگوید درختی بود، تو پیش اون درخت بود، هیچ چیز نمیگفت. تو پیش اون درخت کشاله کرد که مسافت برای جو تا پیدا که دیگر برای تو در این خانه جایی نیست.
شاید بعضی‌ها در حیرت مانند حالا در همین روزی ما و شما هم هست این کارها، خدا نشان ندهد، هست. احتیاط کنی. تو پیش درخت بود باز کشاله میکرد که گفت بس بچم بس، به خودت ظلم نکن. حالا این فرزندم در حیرت من گفت پدر سفید این همه گفتگی ها و لطوکوبه های کردگی هم تو اینجا کشاله کردگی هم ظلم نبود، حالا نه ظلم می شود؟ گفت بچم همه این گفتگی ها تو لطوکوبت باری من ترا گفتم که بچم کار نکن. گفت نی. ولی که نگفتم میدونی برای چی نگفتم؟ گفت نی. به خاطر نمیگفتم که من چنین کرده بودم، پدرم رو هم تو پیش همین درخت آورده بودم، همه کردگیم رو دیدم. اگر از پیش این درخت یک وجبت زیادتر اگر کشاله میدهی من رو ظلم به خودت میکنی، حالا که من کردم دیدم تو به خودت ظلم نکن. تو اینکه از فرزندانت همین چیزی که من دیدم این رو نبینی. برای همین پروردگار میگه استعیذ بالله و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. پروردگار امر میکند به شما که غیر از اون هیچ کسی هیچ چیزی رو مپرستید، تنها او رو یعنی وحدانیت و یکا و یگانگی او و تنها ذات پاک اون رو عبادت کنید، غیر از اون هیچ کسی رو دیگر یا هیچ چیزی رو عبادت نکنید. و ببینید بعد از عبادت خودش مستقیما میگوید که و بالوالدین احسانا، در نوبت دیوم بعد از عبادت پروردگار احسان و نیکی به پدر و مادر. شما دیدید شخصی رو که پدر و مادر آزار زده بود و برکت یافته باشد و اون آبش رنگ گرفته باشد؟ نه، هیچ ممکن نیست. همه همینایی که کامیاب هستند، تاجری کامیاب، حتی خادم دینی کامیاب، ملای کامیاب، خدمتچی دولتی کامیاب، سیاستمداری کامیاب، تاجری کامیاب، دهقانی کامیاب، هر انسانی در زندگی کامیاب میبینه که پس اون دعای پدر و مادر است یا دعای مادر است یا دعای پدر. برکت میاد برای کار میاد، پروردگار برکتش رو نازل میکند. برکت در زمین نیست برادران اسلام. 24 ساعت اگر سعی تلاش کنید اگر پروردگار ندهد نمیدهد، برکت در زمین نیست. برکت از آسمان میآید. برکت در نتیجه همون احسان نیکی و یکا و یگانه دانستن پروردگار و خدمت پدر و مادر، بعد پروردگار برکتت عطا میکند. در نتیجه خدمت پدر و مادر پروردگار در قلب جنت میسازد، یک قلبی که خاطر جمع و آسوده و راضی و خوشنود و خوشحال و هیچ کبر و غرور و حسد و منمنی و دیگر وجود ندارد. همیشه خوشبخت، همیشه سعادتمند، همیشه راضی، همیشه قناعتمند زندگی میکنید. این جنت نیست. پس جنت چی هست؟ پروردگار در قلبت یک آرامی و قناعتمندی و خاطرجمعی اگر کمت هم بدهد، چرا که پروردگار بهتر میداند که به کی چقدر بدهد. برای همین فردا روز قیامت هم بعضی میگن پروردگار من اینقدر زحمت میکشیدم چرا اینقدر کم برایم میدادی؟ حالا که دیگران به مهنتی اندکی زیاد پیدا میکردم چرا چنین بود؟ پروردگار میگه که بندم اگر من به تو زیاد میدادم این دادنی زیادی من به تو ضرر میکرد، تو رو مغرور میکرد، تو رو ناکام میکرد، تو رو بدبخت میکرد. نمیخواستم که تو بدبخت شوی. برای محدود دادم در اینجا میدیم همه مهنت و زحمتی کشیده هایت رو در اینجا میدیم و بنده چنون خوشنود و خوشحال میشود و میگوید که پروردگار ای کاش همون اندکی را هم نمیدادی که اینجا میدادی. پروردگار در جنت در نتیجه خدمت به پدر و مادر یعنی چی؟ پدر و مادر در بازی جنت یعنی چی؟ جنت رو پر از قصرها و باغ و بستانها کنید، خدمت پدر و مادر کنید، پدر و مادر رو دعای پدر و مادر رو بگیرید. حتی با قش و قوق نگاه کردن به پدر و مادر این گناه هست. حالا میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نگو که بیزور کردی پدر یا که اف بفرشیدم.
حتی میگوید فرزند بیمار در نزد پدر و مادر باید نالش نکند، آه نگوید، احتیاط کند، صبر کند. چون که اوف یا آه گفتن بیماری فرزند قلبی پدر و مادر رو چکو میکند، میشکند، غمگین میکند. باید احتیاط کند، برداشت کند، صبر کند، همون درد رو اظهار نکند تا حد امکان. مادامی که اختیار دارد به پدر و مادر نظر کردن با تبسم براتون عبادت است. چهره شدن، تبسم کردن به چهره پدر و مادر، بر روی پدر و مادر چهره شدن، خندیدن دویم، تبسم کردن، چهره شدن برای فرزند، این عبادت است، برکت میارد. وقتی که با پدر و مادر معامله سخن گفتید، صحبت کردید، خوش قبول ندوزید، چهره بکشوید، تبسم کنید تا اینکه از این برکت الهی بهره مند شوید. مهم اساس تو اینکه از فرزندانتون ببینید، از فرزندانتون برکت بیابید. پیامبر علیه السلام رو پرسیدن که یا رسول الله ما ابر البر، بهترین نیکی، بهترین احسان و بهترین کاری که انسان مسلمان انجام میدهد این چی هست؟ بهترین عمل انسان در زندگی چی هست که خوشبخت و نیکبخت و سعادت و خیر و برکت زیادی برایش بیارد؟ در جواب گفتن که ان یصل الرجل ود ابیه، فرزندی که و پدر و مادرش نیکی کنه، برایش بهترین، یکی از بهترین عملها و بهترین عبادتها و بهترین یعنی خیر و احسان و سعادت دنیا و آخرت برایش میارد. گفتم که هر وقتی به پدر نظر کردید یا به مادر نظر کردید، چهره بگشایید، با چهره شده با لبخند با تبسم صحبت کنید، به خاطر که وقتی که پدر و مادر قطع نظر از در کدام سطح و صفت قرار داشتنش، با فرهنگ و معرفت و سواد دارد یا ندارد، حتی به فرهنگ و به سواد و یعنی به سواد هم باشد، وقتی که فرزند با تبسم و با لبخند و معامله اینه که بهترین سخنها با اون پدر و مادر میگه، قلبش روشن میشه. وقتی که قلب پدر و مادر خشنود شد، روزگی پروردگار در آن قلب پدر و مادر است و غضب پروردگار در قلب پدر و مادری هست که از اون فرزند ناراضی هست. مسلمان در نمکدان پدر و مادر توف نمیکند قبیح هم شود یا نمکدان شکن نمی شود. 20 سال پدر و مادر تو رو تربیه کرد، تو اینجا رو آورد، یکون بار بدبختی تو پیشنهاد کرد و ضررت کاری رو گفت، برای بچه خطه از دریا پرتوی، از بلندی یا از جر پرتوی دیگر یکون چیزی رو گفت که تو بیمار شوی یا که بدبخت شوی، بار یکون پیشنهاد کرد است که تو بدبخت شوی؟ نه که نه باشه. چرا؟ طول زندگی رو چی میدونی؟ زندگی رو چی میفهمی؟ تجربه نداری. الجزاء من جنس العمل، هر چیزی که انجام دادی هم بولاد میآید. خونه نورم انسان بیمار میکند، زندگی بی برکت، بدبختی میارد برای انسان در دنیا و آخرت. برای همین دعای پدر و مادر، روزگی پدر و مادر حتمی است در زندگی. میخواهید فرزندان نیک، فرزند نیک باشه، این از شرطی کامیاب شدنی در زندگی. یکی از شرطهای داشتنی به دست آوردن فرزند صالح و فرزند نیک بودن است. خود نیک باش، پروردگار نیک میدهد. پیامبر علیه السلام میگن که فمن رغب عن ابیه فهو کفر، کسی اگر از پدر از مادر روی بگرداند این کفر است. کسی از پدر و مادر بیزاری کند یا پدر و مادر آزار بدهد یا که حق پدر و مادر، این کفر است، ناسپاسی است، ناشکری است. باید مسلمان چنین نکند. سالهای حتی هم 80 و 60 حالا اینجایی که ما یاد داریم 70 75 80 گو توقت دونه میشنیدید که یک فرزند پدر رو لط کرده است یا که حضور داده است، همخیل بود یا نبود. حالا ببینید چقدر زیاد شده است. غلبه فرهنگ بیگانه، غلبه فرهنگ دقیق، غلبه فرهنگ غربی. رنگ هم ایوان پرانچک شد میره تو آخر عمر، اگر در یک سال بعد یک بار اگر زنگ میزند بعد میگه هپی برثدی دی تو یو، یعنی روز تولدت مبارک باشد، در یک سال یک بار. حتی در جنازه و در همون دفنش هم دیگر نمیآید. مسلمان این نیست.
مسلمانی هر روز باید روزی خوش داشته باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیر و برکت الهی رو برایت میخوام پدر مادر. هر روز باید مسلمان اگر دور هستید تماس بگیرید و با پدر مادر هر روز سلام بدهید، خیر و برکت الهی رو برایشان بخواهید، دعا کنید. چرا ما هر خلاصه نماز میگیم اللهم اغفر لی ولی والدی، پروردگار من رو رحمت مغفرت کن، پدر و مادرم رو رحمت مغفرت کن. مسلمان باید چنین باشه. الجنة تحت اقدام الامهات، جنت زیر قدم مادران هست. تو پدر و مادر راضی نباشد فرزند جنت داخل شده. حتی در این شب قدری که گذشتیم ما این مبارک رمضان، ما اجابت دعا در اون شب قدرم همه دعا قبول میشود، دعای او که پدر و مادر قبول نمیشود، معلق میموند. تو اگر از اون پدر و مادر راضی، خوشنودی، خوشحالی، بهیلی طلب نکند، قبول نیست. پیامبر علیه السلام میگن که کل الذنوب یؤخر الله تعالی ما شاء منها الى یوم القیامه الا حقوق الوالدین. هر گناهی رو، عذاب هر گناهی رو پروردگار بر روز قیامت و میگذارد یا به جهنم عقب میپرتوید مگر حقوق والدین، حقوق پدر و مادر. حتمی خصوصا خدا نشان ندهد در سن سال پیری و برجاماندگی انسان رنجش رو میکشه. خدا نشان ندهد. دارم احتیاط باشیم، احتیاط باشیم. نعرف قیمت الملح عندما نفتقده و قیمت الاب عند وفاته. و قدر نمک کی میرسیم؟ اگر خوراکمون به نمک باشد. میگویم که بستی نمک خیلی چیزی است که خوراک رو با مزه میکند، با لذت میکند. قدر پدر و مادر رو که بعد رفتنش. میگه اعطانی والدی کرم عنب لکنی لم اقدم له عنقودا واحدا. پدرم به من درختی انگور رو داد لیکن من یک خش انگور حداقل به اون ندادم. این حسرت ندامت. حالا اینایی که بعضی صایف‌خوری‌ها که بعضی انسانایی که دورندگیشون چقدری که نباشد از پدر و مادر دریغ می‌دارن. حتی یک چیزی نو چیزشون رو، یک پول پیسه نو چیزشون رو از پدر و مادر دریغ می‌دارن. بعد در تجربه زندگی کمی که سن سالشون رفت، بعد آرزو میکنن پروردگارو همین پدر و مادرم میشد که تمامی دورندگی ام رو در اختیارش میدادم. بالای هر انسانی میآید پروردگارو کاش پدرم یا مادرم میبود که تمامی دورندگی رو در اختیارش میدادم، بگذار به خواهرم میداد، به خواهرش میداد، به اپاش میداد، به هر کسی که میداد. این آرزو را میکند هر انسان، هر فرزند. برای همین باید احتیاط باشیم، کاری نکند شیطان که غافلگیرمون کند و پشیمان شویم. دعا کنیم پروردگارو همه ما دستی امید به سوی خودت برداشته ایم، روزگی خودت و با دیدار عزیزت همه ما رو مشرف و منور بگردون. همه ما رو شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی بگردون. همه ما رو روزگی والدین نصیب و روزی بگردون که در روزگی والدین روزگی خودت هست. همه ما رو در تربیت فرزندانمون کامیاب و موفقمون بگردون. همه ما رو فرزندان صالح و ذریه‌های ابرار نصیب روزیمون بگردون. پروردگارا همه ما رو برای پدر و مادرانمون فرزندان صالح، فرزندان نیک، فرزندان نکوکار قرارمون بده. وصلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.